رادیوی تاجیکستان تقدیم می‌دارد. من چی گویم وصف آن عالی جناب، نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. مثنوی معنوی مولوی، هست قرآن در زبان پهلوی. مثنوی معنوی. مثنوی معنوی. محفل ادبی و افتخار 800 سالگی مولانا محمد جلال الدین بلخی. صدر محفل حاجی اسماعیل پیر محمد زاده. در خوانش گذشته که سخن از معجزات انبیا علیه السلام و مقام ایشان در نزد حق، طاعت بیریا و سخا و عطا و در باب اعتقاد سخنها شنیدیم و اینجا می آییم سری گیر و دار دنیا که در شخصیت یک زن و مرد فقیر و ماجرای ایشان در زندگی، شکوه از ناداری که مولانا می آرد خیش و بیگانه شده از ما رمان، بر مثال سامری از مردمان. و در گفتگوزار زن و مرد حکمتهای زیادی را مولانا می آرد. از زبان مرد به زن می گوید تو جوان بودی و قانع‌تر بودی، زر طلب بودی خود اول زر بودی، زر بودی پر میوه چون کاسد شدی، وقتی میوه پختند فاسد شدی. در حقیقت آدمی پیر چو شد حرص جوان می گردد و از مکر زال دنیا دور بودن را مصلحت می دهد. و اینجا قصه موسی و فرعون را می آورد و حق به جانب مولاناست. دنیا طلبان ز حرص مستند و همه، موسی کش و فرعون پرستند و همه، آن عهد که با خدا بستند و همه، از بحر درم جمله شکستند و همه. و نافهمی که بین بزرگان در بحث‌های علمی گاه رخ می‌دهد مولانا را به تشویش می‌آورد، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. و در آوردن قصه صالح علیه السلام و ناقه او حکمت هاست. روح همچون صالح و تن ناقه است، روح اندر وصل و تن در فاقه است. و اینجا آیه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، آوردن این آیه کریمه فرقیت انسان ها به صورت همه یکند و در سیرت اهل نار و خلد را بین هملکان، در میانشان برزخ لا یبغیان. اهل نار و اهل نور آمیخته، در میانشان کوی قاف انگیخته. پس میان انسان ها فرق هاست. رو به سوی مولوی آورده ایم، خوانش از مثنوی آورده ایم. آنهایی که ما را گوش میکنید اکنون شروع میکنیم به خواندن مثنوی معنوی. راویان این بخش خیرالله ابراهیم، عمر نسا کزکا و شرافت عبدالنظر و بنده. مراعات کردن زن شوهر را و استغفار کردن از گفته خویش. زن چو دید او را که تند و تفسن است، گشت گریان، گریه خود دام زن است.
گفت از تو کی چنین پنداشتم، از تو من امیدی دیگر داشتم. زندر آمد از طریقی نیستی، گفت من خاک شما ام نیستی. جسم و جان و هرچی هستم آن توست، حکم و فرمان جملگی فرمان توست. گرزی درویشی دلم از صبر جست، بهر خویشم نیست آن بهر تو است. تو مرا در دردها بودی دوا، من نمی خواهم که باشی بی نوا. جان تو کز بهر خویشم نیست این، از برای توستم این ناله و حنین. خویش من والله که بهر خویش تو، هر نفس خواهد که میرد پیش تو. کاش جانت کش روان من فدا، از ضمیر جان من واقف بودا. چون تو با من این چنین بودی بزن، هم ز جان بیزار گشتم هم ز تن. خاک را بر سیم و زر کردیم چون، تو چنینی با من ای جان را سکون. تو که در جان و دلم جا می کنی، زین قدر از من تبرا می کنی. تو تبرا کن که هستت دستگاه، ای تبرای تو را جان عذرخواه. یاد می کن آن زمانی را که من چون صنم بودم، تو بودی چون شمن. بنده بر وفق تو دل افروخته است، هرچی گویی پخت گوید سوخت است. من سپاناخ تو با هرچیم پزی، یا ترش با یا که شیرین می سزی. کفر گفتم نک به ایمان آمدم، پیش حکمت از سر جان آمدم. خوی شاهانه تو را نشناختم، پیش تو گستاخ خر درداختم. چون ز عفو تو چراغ ساختم، توبه کردم اعتراض انداختم. می نهم پیش تو شمشیر و کفن، می کشم پیش تو گردن را بزن. از فراق تلخ می گوی سخن، هرچی خواهی کن ولیکن این مکن. در تو از من عذر خواهی هست سیر، با تو بی من او شفیع مستمیر. عذر خواهم در درونت خلق توست، ز اعتماد او دل من جرم جست. رحم کن پنهان ز خود ای خشمگین، ای که خلقت به ز صد من انگبین. زین نسق می گفت با لطف و گشاد، در میانه گریه بر وی فتاد. گریه چون از حد گذشت و های های، زو که بی گریه بود و خود دلربای. شد از آن باران یک برق پدید، زد شرار در دل مرد وحید. آن که بنده روی خوبش بود مرد، چون بود چون بندگی آغاز کرد. آن که از کبرش دل لرزان بود، چون شوی چون پیش تو گریان شود. آن که از نازش دل و جان خون بود، چون که آید در نیاز او چون بود. آن که در جور و جفایش دام ماست، عذر ما چی بود چو او در عذر خواست. زوین للناس حق آراست است، زانچه حق آراست چون دانند جست. چون پی یسکن الیهاش آفرید، کی تواند آدم از حوا برید. رستم زال ار بود وز حمزه پیش، هست در فرمان اسیر زال خویش. آن که عالم مستی گفتش آمدی، کلمینی یا همیرا می زدی. آب غالب شد بر آتش از نهیب، ز آتش او جوشد چو باشد در حجاب. چون که دیگ حایل آمد هر دو را، نیست کرد آن آب را کردش هوا. ظاهرا بر زن چو آب ار غالبی، باطنا مغلوب و زن را طالبی. این چنین خاصیت در آدمی است، مهر حیوان را کم است آن از کمی است.
در بیان این خبر که این هن یغلبن العاقل و یغلبهن الجاهل، گفت پیغمبر که زن بر عاقلان غالب باید سخت و بر صاحب دلان. باز بر زن جاهلان چیره شوند، زان که ایشان تند و بس خیره روند. کم بودشان رقت و لطف و وداد، زان که حیوانی است غالب بر نهاد. مهر و رقت وصف انسانی بود، خشم و شهوت وصف حیوانی بود. پرتوی حق است آن معشوق نیست، خالق است آن گویا مخلوق نیست. تسلیم کردن مرد خود را به آنچه التماس زن بود از طلب معیشت و آن اعتراض زن را اشارت حق دانستند. به نزد عقل هر داننده هست که با گردنده گرداننده هست. مرد زان گفتن پشیمان شد چنان که از اوانی ساعت مردن اوان. گفت خصم جان جان چون آمدم، بر سر جان من لگدها چون زدم. چون قضا آید فرو پوشد به سر، تا نداند عقل ما پا را ز سر. چون قضا بگذشت خود را می خورد، پرده بدریده گریبان می درد. مرد گفت ای زن پشیمان می شوم، گر بودم کافر مسلمان می شوم. من گناهگاری توام رحمی بکن، بر مکن یک بارگیم از بی خوبون. کافری پیر ار پشیمان می شود، چون که عذر آرد مسلمان می شود. حضرت پر رحمت است و پر کرم، عاشق او هم وجود و هم عدم. کفر و ایمان عاشق آن کبریا، میس و نقره بنده آن کیمیا. در بیان آنکه موسی و فرعون هر دو مسخری مشیتند، چنانکه زهر و پازهر و ظلمات و نور و مناجات کردن فرعون به خلوت تا ناموس نشکند. موسی و فرعون معنی را رهی، ظاهران ره دارد و آن بیرهی. روز موسی پیش حق نالان شده، نیم شب فرعون هم گریان بوده. کینچه غل است ای خدا برگردنم، ورنه غل باشد که گوید منم. زان که موسی را منور کرده ای، مرمرا زان هم مکدر کرده ای. زان که موسی را تو محرو کرده ای، ماه جانم را سیه رو کرده ای. بهتر از ماه نبود استاره ام، چون خسوف آمد چی باشد چاره ام. نوبتم گر رب و سلطان میزنند، مه گرفت و خلق پنگان میزنند. میزنند آن تاس و غوغا میکنند،
ماه را زان زخمه رسوا می کنند. من که فرعونم ز خلق ای وای من، زخمی تاست آن ربی الاعلای من. خواجه تاشانیم اما تیشت، می شکافت شاخ را در بیشت. باز شاخی را موصل می کند، شاخ دیگر را معطل می کند. شاخ را بر تیشه دستی هست؟ نه. هیچ شاخ از دست تیشه جست؟ نه. حق آن قدرت که آن تیشه تو راست، از کرم کن این کژی ها را تو راست. باز با خود گفته فرعون ای عجب، من نه در یا ربنا ام جمله شب. در نهان خاکی و موزون می شوم، چون به موسی می رسم چون می شوم. رنگ زر قلب 10 تو می شود، پیش آتش چون سیه رو می شود. نه که قلب و قالبم در حکم اوست، لحظه مغزم کند یک لحظه پوست. سبز گردم چون که گوید کیشت باش، زرد گردم چون که گوید زیشت باش. لحظه ماهم کند یک دم سیاه، خود چه باشد غیر این کار اله. پیش چوگانهای حکم کنفکان، می دویم اندر مکان و لامکان. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی کان داشتی، موسی و فرعون دارند آشتی. گر تو را آید بر این نقطه سوال، رنگ کی خالی بود از قیل و قال. این عجب که این رنگ از بیرنگی خواست، رنگ با بیرنگ چون در جنگ خواست. اصل روغن زاب افزون می شود، عاقبت با آب زید چون می شود. چون که روغن را ز آب اسریشته اند، آب با روغن چرا زید گشته اند. چون گل از خار است و خار از گل چرا، هر دو در جنگند و اندر ماجرا. یا نه جنگ است این برای حکمت است، همچو جنگ خرفروشان صنعت است. یا نه این است و نه آن حیرانی است، گنج باید جست این ویرانی است. آنچه تو گنجش توهم میکنی، زان توهم گنج را گم میکنی. چون امارت دان تو وهم و رای ها، گنج نبود در امارت جای ها. در امارت هستی و جنگ بود، نیست را از هست ها ننگ بود. نه که هست از نیستی فریاد کرد، بلکه نیست آن هست را واداد کرد. تو مگو که من گریزانم ز نیست، بلکه او از تو گریزان است بیست. ظاهرا می خواندت او سوی خود، و از درون می راندت با چوبی رد. نعلهای باژگونه است ای سلیم، نفرت فرعون می دانست کلیم. سبب حرمان اشقیا از دو جهان، که خسر دنیا و الاخره. چون حکیمک اعتقاد کرده است، که آسمان بیضه زمین چون زرده است. گفت سایل چون بماندین خاکدان، در میان این محیط آسمان. همچو قندیل معلق در هوا، نه به اسفل می رود نه بر علا.
آن حکیمش گفت که از جذب سما از جهات 6 بماندند در هوا، چون ز مغناطیس قبه ریخته در میان ماند آهن آویخته. آن دیگر گفت آسمانی با صفا کی کشد در خود زمینی تیره را، بلکه دفعش می کند از 6 جهات زان بماندن در میان آصفات. پس ز دفع خاطر اهل کمال جان فرعونان بماندن در زلال. پس ز دفع این جهان و آن جهان مانده اند این بیرهان به این و آن. سرکشی از بندگان ذوالجلال دان که دارند از وجود تو ملال. کهربا دارند چون پیدا کنند کاهی هستی تو را شیدا کنند. کهربای خیش چون پنهان کنند زود تسلیم تو را طغیان کنند. آنچنان که مرتبه حیوانی است کو اسیر و صغبه انسانی است. مرتبه انسان به دست اولیا صغبه چون حیوان شناسش ای کیا. بنده خود خواند احمد در رشاد جمله عالم را بخوان قل یا عباد. عقل تو همچون شتربان تو شتر می کشاند هر طرف در حکم مر. عقلند اولیا و عقلها بر مثال اشتران تا انتها. اندر ایشان بینگر آخر ز اعتبار یک قلاووز است جان 100,000. چی قلاووز و چی اشتربان بیاب دیده ای کان دیده بیند آفتاب. یک جهان در شب بمانده میخ دوز منتظر موقوف خورشید است و روز. اینت خورشید نهان در ذره شیر نر در پوستین بره. اینت دریای نهان در زیر کاه پا بر این که هین منه با اشتباه. اشتباه و گمان را درون رحمت حق هست بهر رهنمون. هر پیامبر فرد آمد در جهان فرد بود آن رهنمایش در نهان. عالم کبرا به قدرت سیر کرد خود را در کهین نقش نورد. ابلهانش فرد دیدند و ضعیف کی ضعیف است آن که با شه شد حریف. ابلهان گفتند مرد بیش نیست وای آن کو عاقبت اندیش نیست. حقیر و بیخصم دیدن دیده های حیث صالح و ناقه صالح را، چون خواهد که حق لشکری را هلاک کند از نظر ایشان حقیر نماید خصمان را و اندک اگرچه غالب باشد آن خصم. و یقلکم فی اعینهم لیغزی الله امرا کان مفعولا. ناقه صالح به صورت بود شتر پی بریدندش ز جهل آن قوم مر. از برای آب چون خصمش شدند نانکور و آبکور ایشان بودند. ناقة الله آب خورد از جوی و میغ آب حق را داشتند از حق دریغ. ناقه صالح چو جسم صالحان شد کمینه در هلاک طالحان. تا بران امت ز حکم مرگ و درد ناقة اللهی و سقیاها چی کرد. شحنه قهر خدا زیشان بجست خونبهای اشتر شهر درست. روح همچون صالح و تن ناقه است روح اندر وصل و تن در فاقه است. روح صالح قابل آفات نیست زخم بر ناقه بود بر ذات نیست. روح صالح قابل آزار نیست نوری از دان صغبه کفار نیست. حق از آن پیوست با جسم نهان تاش آزارند و بینند امتحان. بیخبر
کازار این آزار اوست. آب این خم متصل با آب جوست. زان تعلق کرد با جسم اله، تا که گردد جمله عالم را پناه. ناقه جسم ولی را بنده باش، تا شبی با روح صالح خواجتاش. گفت صالح چون که کردید این حسد، بعد 3 روز از خدا نقمت رسد. بعد 3 روز دیگر از جانستان آفت آید، که دارد 3 نشان. رنگ روی جملتان گردد دگر، رنگ رنگ مختلف اندر نظر. روز اول رویتان چون زعفران، در دوم رو سرخ همچون ارغوان. در سوم گردد همه روها سیاه، بعد از آن اندر رسد قهر اله. گر نشان خواهید از من زین وعید، کره ناقه به سوی کوه دوید. گر توانیدش گرفتن چاره هست، ورنه خود مرغ امید از دام جست. کس نتانست اندر آن کره رسید، رفت در کوهسارها شد ناپدید. همچو روحی پاک کو از ننگ تن، می گریزد جانب رب المنن. گفت دیدید از قضا معلن شده است، صورت امید را گردن زده است. کره ناقه چی باشد خاطرش، که بجا آرد ز احسان و بیرش. گر بجا آید دلش رستید از آن، ورنه نومید تو ساعد را گزان. چون شنیدن آن وعید منقدیر، چشم بنهادند و آن را منتظر. روز اول روی خود دیدند زرد، می زدند از ناامیدی آه سرد. سرخ شد روی همه روز دوم، نوبت امید و توبه گشته گم. شد سیاه روزی سوم روی همه، حکم صالح راست شد به ملحمه. چون همه در ناامیدی سر زدند، همچو مرغان در 2 زانو آمدند. در نبی آورد جبریل امین، شرح این زانو زدن را جاسمین. زانو آن دم زن که تعلیمت کنند، و از چنین زانو زدن بیمت کنند. منتظر گشتند زخم قهر را، قهر آمد نیست کرد آن شهر را. صالح از خلوت به سوی شهر رفت، شهر دید اندر میان دود و نفت. ناله از اجزای ایشان می شنید، نوحه پیدا نوحه گویان ناپدید. ز استخوانهاشان شنید اون ناله ها، اشک ریزان جانشان چون ژاله ها. صالح هم بشنید و گریه ساز کرد، نوحه بر نوحه گران آغاز کرد. گفت ای قومی به باطل زیسته، و از شما من پیش حق بگریسته. حق بگفته صبر کن بر جورشان، پندشان ده پس نماند از دورشان. من بگفته پند شد بند از جفا، شیر پند از مهر جوشد و صفا. بس که کردید از جفا بر جای من، شیر پند افسور در رگ‌های من. حق مرا گفته تو را لطف دهم، بر سر آن زخمها مرهم نهم. صاف کرده حق دلم را چون سما، روفته از خاطرم جور شما. در نصیحت من شده بار دیگر، گفته امثال و سخنها چون شکر. شیر تازه از شکر انگیخته، شیر و شهد با سخن آمیخته. در شما چون زهر گشته آن سخن، زان که زهریستان بودید از بیخوبون. چون شوم غمگین که غم شد سرنگون، غم شما بودید ای قومی حرام. هیچ کس بر مرگ غم نوحه کند، ریش سر چون شد کسی مو برکند. رو به خود کرد و بگفت ای نوحه‌گر، نوحه‌ات را می نارزند آن نفر. کژ مخوان ای راست خواننده مبین، کیف آسا خلف قوم ظالمین.
باز اندر چشم و دل او گریه یافت، رحمتی به علت در وی بتافت. قطره می بارید و حیران گشته بود، قطره به علت از دریای جود. عقل او می گفت کین گریه ز چیست، بر چنان افسوسیان شاید گریست. بر چی می گریی بگو بر فعلشان، بر سپاه کینه‌توزی بدنشان، بر دل تاریک و پرزنگارشان، بر زبان زهری همچون مارشان، بر دم و دندان سگسارانشان، بر دهان و چشم گژدم خانشان، بر ستیز و تسخر و افسوسشان، شکر کن چون کرد حق محبوسشان. دستشان کژ، پایشان کژ، چشم کژ، مهرشان کژ، صلحشان کژ، خشم کژ. از پی تقلید و معقولات نقل، پا نهاده بر سر این پیر عقل. پیرخیر نه جمله گشته پیرخر، از ریای چشم و گوش همدیگر. از بهشت آورد یزدان بندگان، تا نمایدشان سقر پروردگان. در معنی آن که مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخ لا یبغیان. اهل نار و خول را بین هم دکان، در میانشان برزخون لا یبغیان. اهل نار و اهل نور آمیخته، در میانشان کوه قاف انگیخته. همچو در کان خاک و زر کرد اختلاط، در میانشان صد بیابان و رباط. همچنان که ایق در دور رو شبه، مختلف چون مهمان یک شبه. بحر را نیم شیرین چون شکر، طعم شیرین رنگ روشن چون قمر. نیمی دیگر تلخ همچون زهر مار، طعم تلخ و رنگ مظلم همچو قار. هر دو بر هم میزنند از تحت و اوج، بر مثال آب دریا موج موج. صورتی بر هم زدن از جسم تن، اختلاط جانها در صلح و جنگ. موجهای صلح بر هم میزند، کینه ها از سینه ها بر میکند. موجهای جنگ بر شکل دیگر، مهرها را میکند زیر و زبر. مهر تلخان را به شیرین میکشد، زان که اصلی مهرها باشد رشد. خر شیرین را به تلخی میبرد، تلخ با شیرین کجا اندر خورد. تلخ و شیرین زین نظر ناید پدید، از دریچه عاقبت دانند دید. چشم آخربین تواند دید راست، چشم آخربین غرور است و خطاست. ای بسا شیرین که چون شکر بود، لیک زهر اندر شکر مضمر بود. آن که زیرکتر به بو بشناسدش، وان دیگر چون بر لب و دندان زدش. پس لبش ردش کند پیش از گلو، گرچه نعره میزند شیطان کلو. وان دیگر را در گلو پیدا کند، وان دیگر را در بدن رسوا کند. وان دیگر را در حدث سوزش دهد، ذوقیان زخمی جگر دوزش دهد. وان دیگر را بعدی ایام و شهور، وان دیگر را بعدی مرگ از قعر گور. وردهندش مهلت در قعر گور، لابد آن پیدا شود یوم النشور. هر نبات و شکری را در جهان،
مهلت پیداست از دوری زمان. سالها باید که اندر آفتاب لعل یابد رنگ و رخشانی و تاب. باز تره در 2 ماه اندر رسد، باز تا سال گلی احمر رسد. بهر این فرمود حق عز و جل، سورة الانعام در ذکری اجل. این شنیدی مو به مویت گوش باد، آبی حیوان است خوردی نوش باد. آبی حیوان خوان مخوان این را سخن، روحی نو بین در تنی حرفی کهن. نکته دیگر تو بشنو ای رفیق، همچو جان او سخت پیدا و دقیق. در مقام هست هم این زهر مار، از تصاریف خدای خوشگوار. در مقام زهر و در جای دوا، در مقام کفر و در جای روا. گرچه آنجا او گزندی جان بود، چون بدین جا در رسد درمان بود. آب در غورت ترش باشد ولیک، چون به انگوری رسد شیرین و نیک. باز در خون او شود تلخ و حرام، در مقام سرکگی نعم الادام. در معنی آن که آنچه ولی کند مرید را نشاید گستاخی کردن و همان فعل کردن که حلوا طبیب را زیان ندارد اما بیماران را زیان دارد و سرما و برف انگور را زیان ندارد اما غوره را زیان دارد، که در ره است که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. گر ولی زهر خورد نوش شود، ور خورد طالب سیه پوش شود. رب حبل از سلیمان آمده است که مده غیر مرا این ملک و دست. تو مکن با غیر من این لطف و جود، این حسد را ماند اما آن نبود. نقطه لا ینبغی میخوان به جان، سیر من بعدی زی بخل او مدان. بلکه اندر ملک دید او 100 خطر، مو به مو ملک جهان بود بیم سر. بیم سر با بیم سیر با بیم دین، امتحان نیست ما را مثل این. پس سلیمان همت باید که او بگذرد زین 100,000 رنگ و بو. با چنان قوت که او را بود هم، موج آن ملکش فرو می بست دم. چون برو بنشست زین اندوه گرد، بر همه شاهان عالم رحم کرد. شد شفیع او گفت این ملک و لیوا، با کمال ده که دادی مرمرا. هر کی را بدهی و بکنی آن کرم، او سلیمان است و آن کس هم منم. او نباشد بعد او باشد معی، خود معی چی بود منم بی مدعی. شرح این فرض است گفتن، لیک من باز می گردم به قصه مرد و زن. مخلص ماجرای عرب و جفت او.
ماجرای مرد و زن را مخلص، باز می جوید درون مخلص. ماجرای مرد و زن افتاد نقل، آن مثال نفس خود میدان و عقل. این زن و مردی که نفس است و خیرت، نیک بایست است بهر نیک و بد. وین دو بایسته در این خاکی سرا، روز و شب در جنگ و اندر ماجرا. زن همی خواهد حویج خانگاه، یعنی آب رو و نان و خان و جاه. نفس همچون زن پی چارگری، گاه خاکی گاه جوید سروری. عقل خود زین فکرها آگاه نیست، در دماغش جز غم الله نیست. گرچه سیر قصه این دان است و دام، صورت قصه شنو اکنون تمام. گر بیان معنوی کافی شدی، خلق عالم عاطل و باطل بودی. گر محبت فکرت و معنیستی، صورت روزه و نمازت نیستی. هدیه های دوستان با همدیگر، نیست اندر دوستی الا صور. تا گواهی داده باشد هدیه ها، بر محبت های مضمر در خفا. زان که احسان های ظاهر شاهدند، بر محبت های سیر ای ارجمند. شاهدت گه راست باشد گه دروغ، مست گاه از می و گاه زدوغ. دو خورده مستی پیدا کند، های و هوی و سرگرانی ها کند. آن مراعی در صیام و در صلاست، تا گمان آید که او مستی ولاست. حاصل افعال برونی دیگر است، تا نشان باشد بر آنچه مضمر است. یا رب این تمییز ده ما را بخواست، تا شناسیم آن نشان کژزراست. حیث را تمییز دانی چون شود، آنکه حیث ینظر بنور الله بود. ور اثر نبود سبب هم مظهر است، همچو خویش که از محبت مخبر است. نبود آنکه نور حقش شد امام، مر اثر را یا سببها را غلام. یا محبت در درون شعله زند، زفت گردد و از اثر فارغ کند. حاجتش نبود پی اعلام مهر، چون محبت نور خود زد بر سپهر. هست تفصیلات تا گردد تمام، این سخن لیکن بجو تو و السلام. گرچه شد معنی در این صورت پدید، صورت از معنی فریب است و بعید. در دلالت همچو آبند و درخت، چون به ماهیت روید دورند سخت. ترک ماهیات و خاصیات گو، شرح کن احوال آن دو ماه رو. شما محفل ادبی را با افتخار 800 سالگی مولانا محمد جلال الدین بلخی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، یاوری تهیه‌گر ایرج میرزا علی، منظم آواز برنای نظام، محرر عبدالقادر عبدالقهار. خانه آباد باشید.